مهاجر کیست؟ تاجک یا پشتون؟ تاجک‌ها یا خراسانی‌ها، ساکنان اصلی، قدیمی و بومی مناطق بلخ، بامیان، بدخشان، پنجشیر، کابل، هرات، پروان و دیگر بخش‌های افغانستان هستند. آنها ریشه در تمدن‌های آریایی، باختری، بلخی و خراسانی دارند. زبان فارسی که تاجک‌ها صحبت می‌کنند، زبان رسمی و تاریخی این سرزمین بوده، پیش از آن که پشتون‌ها حتی وارد مناطق فعلی افغانستان شوند. تاجک‌ها در تاریخ افغانستان رکن اصلی تمدن، شعر، علم، دین، حکومت و فرهنگ بودند. بزرگان مشهوری چون ابوریحان بیرونی، رودکی، ابن سینا، ناصر خسرو و مولانا جلال الدین بلخی همه از تاجک تباران یا فارسی زبانان این منطقه بودند. اما پشتونها اصالتاً از پشت کوههای سلیمان، مرز پاکستان فعلی آمدند. در اسناد تاریخی پیش از قرن 15 نقش سیاسی نداشتند. با زور شمشیر و حمایت استعمار، مثلا در دوران احمد شاه درانی و انگلیس به قدرت رسیدند. نه با سابقه تاریخی. واژه افغانستان تا قرن 19 اصلاً وجود نداشت. نام کشور در گذشته همیشه خراسان بود. واژه افغانستان برای نخستین بار توسط انگلیس‌ها برای منطقه پشتوننشین به کار رفت. پیش از آن نه مردم این کشور خود را افغان می‌دانستند و نه کشور چنین نامی داشت.